چنانه که پیشوای ملت گفتند مقام زن در جامعه ما جایگاه خاص دارد و زن در زمانی که استقلالیت به دست آمده است موقع خاصه پیدا نموده است. این همه موقع خاصه پیدا نمودن زن از دستگیری های به واسطه اساسگزار صلح و وحدت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می باشد. چنانه که آنها قید کردند اکنون در زمان معاصر موقع زن خیلی بلند رفته است که آن هم در ساحه طب، هم در ساحه معارف، هم در ساحه خدمتچیان دولتی و همچنین در ساحه صاحبکاران به نهایت سطح بلند را کسب کردند. مخصوصا در ساحه معارف و طب موقع آنها از زیاده از 70% را تشکیل می‌دهد. چنانه که پرزیدنت کشور مخصوصا قید کردند که در جمهوری تاجیکستان زیاده از 110,000 صاحبکار زنها فعالیت می‌نمایند. این گفته ها از آن درک می‌دهد که زن در جمهوری تاجیکستان در قطار مردها برابر حقوقی را عملی می‌نمایند. چنانه که ما می‌دانیم در ماده 17 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان درج شده است که زنان و مردان برابر حقوقند. همچنین تاجیکستان از سال 1993 کنونسیا عاید تبعیض عاید به زنان را قبول نموده است و از همان لحظه تا این جانب مسئله گندری را در تاجیکستان خیلی خوب بررسی کرده است و این گفته ها و این شماره ها گفته های پرزیدنت از آن درک می‌دهد که موقع زن در تاجیکستان برابر به موقع مردان هستند، یعنی برابر حقوقی در سطح بین المللی و همچنین در تاجیکستان خیلی هم خوب بررسی می‌گردد و پرزیدنت کشور همچنین در خصوص یکی از خدمت‌های به واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای زنان، بانوان و دختران در آن است که طی 28 سال است که کوتای پرزیدنتی را جاری نمودند و خود در همین پیام سال 2024 قید کردند که از سال در دوام 28 سال جاری نمودن کوتای پرزیدنتی 11,600 دانشجو دختران دانشگاه ها را ختم نمودند و صاحب کار و معلومات عالی می باشند. همچنین در ساحه تحصیل دختران چنانه که ما می‌دانیم پس از استقلالیت تا مدت معین موقع زنها مخصوصا در ناحیه‌های دوردست خیلی کم دیده می‌شد. اکنون عین زمان باشد 90,000 دانشجویان را دختران تشکیل می‌دهد که آن 42% تمام دانشجویان تاجیکستان را تشکیل می‌دهد. همه این گفته ها از آن دلالت می‌دهد که پرزیدنت کشور به موقع زن در جامعه اهمیت خاصه می‌دهد و داده ایستاده است. همچنین قید نمودند که ما باوری به آن داریم که زن تاجیک در آینده برای پیشرفت دولت، برای سهم گذاشتن در ارج‌گذاری به انعنه‌ها و انعنه‌های ملی مخصوصاً بیگانه پرستی سهم به واسطه می‌گذارند.